كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا يملأ أرجاء السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستا و مسلمانای گرامی، طبقی که برای شما وعده داده بودم، انشالله مبحث و مسئله جدید خود را به شکل مفصل آغاز می کنیم. همانا مسئله البدعه و احکامها هست. بدعت و احکام بدعت را بیان می کنیم انشاءالله مفصل و مستند. در جامعه ما امروز مشکلی که اکثرا بر جوانای ما مسلط شده، این مشکل است که قحط العلم است. اشخاصی که تبحر در فقه ندارن ندار سر کردن که ما عاملین بر حدیث هستیم. شما دوستا متوجه شوین که در بسا جاها اینا در تناقض واقع میشن. گاهی میگن که بر این حدیث صحیح عمل میکنیم، گاهی نزد خود ایره میگن که به این حدیث عمل میکنیم، در حالی که معارض از یک حدیث دیگر می باشه او را که ببینه. باز در تحیر میره و که چگونه کنیم، باز میگه که یک بار به این حدیث عمل میکنم، یک بار به این حدیث عمل میکنم. اینطور مشکلات در جوامع ما امروز مسلط شده از دست چند نفر جواسیسی که از طرف غرب مسلط شده برای گمراه کردن جوانای عزیز ما. این شخصی که خود را عامل به حدیث میدانه تا هنوز ای را نمیدانه که فرق و تمیز این مسئله را نداره که صح و ارجح را از هم تمیز بده. در حدیث تقدم زمانی و تأخر زمانی وجود داره، کدام حدیث مقدم است کدام حدیث مؤخر است. تا هنوز مخصص و مقید را نمیدانه، کدام حدیث مخصص است کدام یعنی تخصیص دهنده و مقید هست. اینطور مسائل در حدیث وجود داره که ایره المهم اشخاصی میدانه که اونها ماهری فن بوده باشند. و یعنی به طور مثال برایتان بگویم که اشخاص عام الناس آمده به وظیفه دکتر نشسته. دکترها، کسی که دکتر هست معالجه امراض میکنه. فقهای کرام اشخاصی هستند که شباهت و مماثلت اونها به طور مثال به ممرای دکتر هست. مریض برای دکتر مراجعه میکنه، مرض خود را ذکر میکنه، نسخه موافق برای از او ترویج میتفقه. اما این عوام الناس آمد به جای دکتر نشست، همه مردم را امروز در اختلاف واقع کرده به اسم حدیث. همانند امو دکتری است که علم طب نخوانده، آمده به عوض از او فرد در اونجا نشسته و مردم را کسی را کل و کور و لنگولاش کردن. پس ببینین گاهی مردم اینطور توهم میکنه، وقتی که حدیث ببینه میگه خیلی پیامبر علیه السلام البته عمل قبلی خود را فراموش کرده که به یه عمل بار دیگر قسم عمل کرده. ما کثیری از فقها را و محدثین را، البته کثیری از محدثین را در سلف برایتان نشان میتیم که به فقهای محدث مراجعه کردن، رجوع میکردن و خود را نجات میدادن از مشکلات. چنانی که عبدالله ابن مبارک محدث بزرگ است میفرماید لولا ان الله اعاننی بابی حنیفه رحمت الله علیه و سفیان رحمه الله کنت کسائر الناس. اگر مرا خداوند جل و علا معاونت و تایید ما بواسطه ابی حنیفه و سفیان ثوری نمیشد، مانند سایر مردم بودم. حدیث خیلی یاد داشت، اما وقتی که به نزد ابو حنیفه رحمت الله علیه و سفیان رحمه الله مراجعه کرد، در اونجا بود که فهمید که صحیح و سقیم و راجح و ارجح، تقدم زمانی و تأخر زمانی را فهمید. چرا به نزد فقها مراجعه کرد؟ اونا بودن که ماهری فن بودن. عبدالله ابن وهب چی می فرماید؟ لقیت 360 عالما، 360 عالم را ملاقات کردیم. ولولا مالک، اگر مالک رحمه الله
و لیث رحمه الله نمی بود لضللت فی العلم، ما گمراه در علم می شدم. علامه کوثری ایره شرح کرده و بیانش کرده که نقل روایت دیگر داره در کتاب خود از قاضی عیاض، میگه که لولا ان الله انقذنی بمالک و لیث لضللت، میگه خداوند اگر مرا نجات به واسطه مالک و لیث نمیداد گمراه می شدم. کسی پرسان که چگونه گمراه می شدی؟ میگه که اکثرت الحدیث، میگه زیاد شده بود حدیثی که در حفظ ما بود بیشتر بود. فحیرنی، در تحیر افتاده بودم که من با کدامش عمل بکنم، چگونه بکنم. یک مثلا حدیث وجود داره که رفع الیدین بکنم، یک حدیث میگه که نکنم. حال تقدم زمانی کدام است، کدام حدیث مقدم است، کدام حدیث مؤخر است. چرا مؤخر برای مقدم ناسخ جور میشه، پس این ناسخ و منسوخ را نمی شناخت و به این اشکال میگه در تحیر بودم. فکنتو، پس بودم که اعرضو ذالک علی مالک و لیث، معرض می کردم ایره به مالک رحمت الله علیه و لیث رحمه الله. فیقولانی، برای مونا می گفتند که خذ هذا، این حدیث را بگی از برای عمل، و دع هذا، و این حدیث را از عمل ساقط قرار بدید. ناسخ و منسوخ ایره برای من نشان داد. دوستای عزیز، البته محدثین عظام در زمانه ما قبل ایره درک کرده بودند که یعنی او کسایی که محدث هستند تنها حدیث یاد دارن، فقاهت ندارن. او اشخاصی بمانند ازی که یک کسی دوا فروش است و به همراه خود دوا داره، این دواها را میشناسه، اسمای دوا را، اما ایره نمیدانه که این دوا از برای این مرض است، این دوا از برای این امراض، و این در کجا مضر است، در کجا مضر نیست. ایره دکتر میدانه. وقتی به دکتر مراجعه میشه و دکتر ترویج نسخه میکنه، بعد میایه اینجا برایش این کسی که مثالش به دواخانه است، ای برایش دوا ترویج میته. پس محدث امی دوا فروش به کس امی ترویج را کرده نمیتونه. سفیان ابن عیینه چی میگه؟ امی شباهت مثالا بیشتر است. سفیان ابن عیینه شخص عزیز القدر و عزیز الوجود است، میفرماید الحدیث مضلة الا للفقهاء، حدیث مضلة، جای گمراهی است از برای مگر از برای فقها. فقها میدانند کدام حدیث را در کجا چگونه، تأخر زمانی، تقدم، صحیح، سقیم، ضعیف، متروک، معارض، به این اشکال همه انواع حدیث را فقها درک میکنند و میدانند که قابل عمل است یا نی. شرح میته علامه قاووجی یک شرح بسیار جالب نوشته کرده در این مورد. کلمة علمیة هادیة فی البدعة و اقسامها، احکامها به این شکل بیان کرده. بعد اینجا در شرح قول سفیان ابن عیینه می فرماید که ان غیر یریدو، میگه اراده میکنه سفیان ابن عیینه سای به قول خود که از برای حدیث ظاهرا یک تعویل وجود داره، اما این تعویل نمیکنه، به ظاهر حمل میکنه. یا حدیث متروک میباشه، واجب میباشه ترک ازی به واسطه حدیث دیگر، اما این نمیدانه. کسی که تبحر و تفقه داره اونا میدانن. ای از ابن رشد هم سوال شده، در صفحه 211 ای رساله ذکر کرده، می فرماید که الحدیث مضلة الا للفقهاء ما وجهه، چه معنا میتیره؟ میگه که ولا یسمى الفقیه فقیها الا بعد معرفت الحدیث، در حالی که فقیه را فقیه گفته نمیشه مگر بعد از شناخت حدیث. پس بعد ایره جواب گفته که فاضافه هذا، ای قول که هست قول ابن عیینه است، از فقهای دیگر هست، معنای ازی درست است. چرا؟ میگه زیرا حدیث گاهی خاص وارد می باشه، در یک امر خاص وارد می باشه، خب مگر معنای ازو عموم می باشه، و گاهی برعکس عام وارد می باشه اما معنای ازو خصوص می باشه، و بعضی ازو ناسخ می باشه، بعضش منسوخ می باشه. و منه ما يصحبه عمل و منه المشکل یقتضی ظاهرته تشبیه، بعضی از اوها مشکل و بعضش او تقاضای ظاهر تشبیه را میکنه. مثلا نزول صورت من تقرب الی شبرا تقربت منه ذراعا، این حدیث است، اما حدیث اگر به ظاهر کس معنا کنه ایره انسان مشبه میشوه، اما ایره فقها معنایش میدانه. به می معنا شدن و به می مرض گرفتار هستند که حدیث یاد داریم، حدیث دیدیم
به فقها مراجعه نمی کنن، گمراه و ضال و مضل شدن. این حدیث را به ظاهر حمل میکنه. یا مثلا اینطور حدیثی است که سوال از معنای شده مگر معنایش فهمیده نمیشه مگر او را فقها میدانه. پس فمن جمع الحدیث فلم يتفقه فيه اصلا حمله على العموم و الخصوص او غیر ذلك على ظاهره. اگر کس حدیث جمع کرد و فقه حاصل نکرد به واسطه دیگر، در اینجا بود که حمل عموم به خصوص و خصوص بر عموم و ظاهر و به این شکل میکنه. پس امی مشکل امروز در جامعه ما مسلط هست. جوان ما به اسم حدیث گمراه میشه، جوان ما به اسم حدیث فریب داده میشه. حضرت علی رضی الله عنه در زمان خوارج هیچ کس در امروز نداه غلط را سر نمیتن. از او کرده اسم شیرینی که نباشه از برای منهج و راه و روش باطل خود تعیین میکنن. حضرت علی المرتضی رضی الله عنه در زمانش خوارج بلند شدن، استناد میکردن حضرت علی رضی الله عنه نعوذ بالله من ذلك او را کافر به امرای حضرت معاویه رضی الله عنهما میگفت. چه میگفتن؟ میگن که اینا حکم مقرر کردن و استدلال از قرآن عظیم و شان میکردن که این الحکم الا لله. حضرت علی رضی الله عنه وقتی را شنید گفت کلمت الحق ارید بها الباطل. کلمه حقی است، یعنی این که آیت قرآن میخوانه ای کلمه حق است، خوی مردم اراده باطل داره به واسطه ازی. کلمه حدیث و قرآن کلمه حق هست، مگر به واسطه ازی اراده باطل میشه. دوستا کمی خود را هوشیار بسازی جوانای عزیز. بیاین به دامن فقها چنگ بزنین. والله العظیم با یاد گرفتن دو حدیث شما راهی را دریافتن نمیتوانین مگر که برای ماهرین حدیث زانو بزنین و شما بدانین که این مذاهب اربعه متشکل از احادیث صحیحه پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. انشالله که ما ای را بیان میکنم امی است که اونها در سلف با سلف مخالفت کردن، نپذیرفتن که وجود بدعت به شکل مذموم و یا هم ممدوح وجود داره. ای را به علما طعن کردن و ای را نمیپذیرن. این یک مقدمه ای بود که دوستا هوشیار شوند. انشالله فردا متصل به بحث خود شروع میکنیم و بیان از این را میکنیم، ثبوت از این را که صحابه کرام استعمال کرده لفظ بدعت حسنه یا نه. اینطور مسائل را ذکر میکنیم. جزاكم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.